در تالار مقامات اجرایی حکم دولتی شهر خوجند تحت رئیس شهر خوجند رئیس ستاد شهری اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری سیروتیک کووید 19 معروف محمدزاده با اشتراک نماینده تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در تاجیکستان بختیگل قرایeva معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان سمرالدین علیزاده راهبران مؤسسات تندرستی شهر و ولایت رئیسان محله‌های شهر و دیگر مسئولین دخلدار جلسه نوبتی ستاد مذکور برگزار گردید. نخست معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده دور بر روند پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری سیروتیک کووید 19 و تفاوت آن در شهر خوجند معلومات مفصل داد. تاکید شد که با دستگیری راهبری دولتی حکومت برای مبارزه بی‌امان علیه خطرهای بیماری سیروتیک نوی کرونا ویروس تمام تدبیرها اندیشه شده. در این سبب موادهای ضروری از قبیل نقاب و آنتیسپتیکا، لباسهای محافظتی، داروواری به قدر کافی ذخیره کرده شدند. همزمان طبق نقشه پیش بینی شده در جایهای آسیب‌پذیر کارهای بی‌ضررگردانی گذرانده شده ایستاده است. معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان سمرالدین علیزاده از ضمن برآمدی خود ذکر داشت که تمام سالهای اخیر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در همکاری با مقامات محلی در ولایت سوق تعمیر و برقرارسازی بنگاه‌های طبی، مرکزهای سلامتی، بیمارخانه‌های ناحیوی، مرکزهای بودوباشی روزانه، خانه‌های معیوبان و پیرانسالان و حکم عنعنه درآمده در این سمت الکی کارهای نظررس به انجام رسانده شده است. نماینده تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در تاجیکستان بختیگل قرایeva در جلسه ستاد برآمد نموده از جمله تاکید داشت که امروز در برابر دیگر شهر و نواحی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند نیز علیه بیماری کرونا ویروس مبارزه شدید ادامه دارد. کارمندان ساحه تندرستی با نشان دادن قهرمانی‌های بی‌مثل علیه این بیماری جهانگیر با اصول‌های معاصر مقاومت نموده ایستادند. در این جهت ساحه تندرستی تنها نیست، ما حس می‌کنیم که تمام ساحه خارجی خلق جمهوری یک دیلانه بهر مبارزه بی‌امان علیه این وبای جهانی برده ایستادند. شیوه مبارزه با این بیماری طبق توصیه‌های سازمان عمومی جهانی تندرستی برآمده شده است. Ваша увлеченность в борьбу с коронавирусной инфекцией в Таджикистане и за ваши усилия по тому, чтобы остановить ее, потому что это глобальная проблема. Все мы работаем только над этим, но вы на переднем фронте этой борьбы, и я хотела бы сказать, что для меня это большая честь сегодня участвовать в заседании вашего штаба, потому что для меня это пример настоящих межсекторальных действий в защиту здоровья населения. Это достаточно редкое явление, но сейчас во время пандемии ковида мы все больше и больше видим такие примеры, и на самом деле, наверное, понимание того, что система здравоохранения без помощи других секторов не справится с тем, чтобы обеспечить здоровье и благосостояние каждого жителя страны и каждого человека в мире. رئیس شهر خوجند رئیس ستاد شهری اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری سیروتیک کووید 19 معروف محمدزاده توجه حاضرین را به جریان کارهای پیشگیری از پنه‌شوی و روند معالجه بیماری کرونا ویروس کووید 19 جلب نموده جهت بررسی مشکلات به میان آمده از ساحه‌های دخلدار پرسش به میان آورد. به خصوص جانب نمودن فعالیت کارهای ترغیباتی را جهت رعایت قاعده‌های بهداشتی بین مردم ضرور دانسته شد. همچنین جهت نظارت قطعی برگزاری توی مرکه‌ها، فعالیت طرفخانه و مرکزهای سودا، مؤسسه‌های ساحه معارف دستور سفارش‌های مشخص داده شد.